ولی آقا چه عجب خوش بیامه سبابی دی، چه عجب یاد پیمداف دیه، دست درد نکنه. خیلی از ممنون و متشکر. بله ما در خدمت هستیم. اما خیلی قدیم که الان که فصل زمستونه واسه منم قدیم سبک زندگی به چه شکل بود؟ الان بهتره؟ قدیم بهتر بود؟ والله قدیم چجوری زندگی بودن قدیم؟ خیلی سخته، یعنی هرچی بگی باز کم بیته. قدیم اینجا گوسفند داشتن، ازم به حضورت همه گوسفند داشتن، همه داشتن بالاخره. همه آبادی گوسفند داشتن. همه آبادی کم زیاد گوسفند داشتن. ما 4-5 خانوار رو بیشتر همه داشتیم. کار میچین از کو میادن، کار رو زمستون کوپا میزیان، پشتونا کوپا میزیان، پشتونا کوپا میزیان. ازم به حضورت برفم که خیلی میامو، همه مشغول گوسفنداری بونده زمستون. پلوار دمستن کارو مهنگیان با کانجن 2 نفره بود، وارگیمشون پیشنده کمک میبودن، برفا رو با همدیگه کمک میکنن منگستن، کوچه ها رو رد میدان. خونه ها لولکشی اوی نبود؟ نه اصلا اوی وجود نداشت که 2 تا نهر ما داشت، یکی رو خونه بود، یکی هم ازم به حضورت جوغ بود. جوغ هم که اینقدر سرمایه بیش از حد بود، یخ میزی جوغ. بعد مردم نشون کجا؟ نشون رو خونه او میادن واسه ظرف و ظروفشونو. قبلا که گندم دم کاشتن اینجا خودشون، دوستا ایسیو داشتن میوردن، ایسیو آرد میکردن میادن خونه، آرد خمیر میکردن، آرد و خمیر میکردن و دمستن و تا 3-4 روز 1 هفته دمستن آردا رو دمستن دفاع میکردن واسه بخوردن. نه اون نوایی دبو نه بقالی دبو. دیدیم والا تمامی کوها رو میشون علفشو میچین، هر کسی محدود واسه خودش داشته، صحبی واسه خودش داشته، اما اسم داشت این کوها رو علفهاشو میچین، سبد میکردن اونجا وامشتن. بعد 1 ماه یا 2 ماه دمشون چی بارای میادن اینجا، علفها رو کار رو میادن اینجا کوپا میزیان واسه زمستون گوسفنداشو. گوسفندان که یه سری گوسفند داشتن، یه سری دگل بود میگتن. دگل یعنی چی؟ دگل یعنی 5 تا شما داشتین، 10 تا او داشت، 20 تا او داشت، نمیتن گوسفند دگل. یه چوبون میگتن از کلن از 5 تا گوسفند یه نوبت نشون یارو. چیزی کم بود یا زیاد بود؟ فرابون بود، زنهامشون، عیالامشون. اینا داشتیم 2 نفر دوون سرپرست بون. شما ممکنه موندیم؟ شما موندیم، شوستا بود میتن. شما موندیم اونجا 2 روز 3 روز دوون میچییم و بعد مالا رو عیالا میادن، سوزیا رو بار میکردیم میام. اونجا رو خوش میکردیم واسه زمستون، بالا پلو و کوکو و این حرفا. اما خیلی قدیم و عروسی ها چه نبود؟ چون خودم مراسم های سنتی عروسی ها خدا برکتش بده، عروسی ماه بود، مثل عروسی الانه بشید من تالار بینشید رگبی بیاد 3-4 عروسی بود. مردن سلام سبا بود، زنبورون سبا بود، سینی مجمعه رو مو بردن سبا میگودن مو بردن جلو عروسی. چی میگتن بهشو؟ هنوبندون دومار موردن همون میزیان و مرخسیان و یه صفای دیگه داشتش. 5-4 عروسی بود، خیلی با صفا بود، یه رقدما بود، خیلی با صفا بود عروسی ها. انقدر مردم خوشحال بون که حد حساب نداشت. اما خیلی بازی های قدیمی چه بازی هایی میخودین قدیم؟ علک دولک و 7 سنگ بود میگیدی، 13 چلر که میگیدی 13 مشون کلاه ایالا به جمع میگیدین، مشون خونه ها کلاه بنگنک کلاه منگستن و هر خونه ای سیبی بلگه هلو از هم وزوری جوز بامشتن، آلو بامشتن، مونه کلاه ها مردم میدن استفاده هم بودن. بلگه و گیلاس خوشگه و اینچی ها بود، خیلی استفاده داشته. مثل الان نبود که با وجود من همه اون سنت ها این بحث شد. نه هنوز کم و بیش سر و پای ولی خب دیگه اون شوره ها رو نداره، اون صفای قدیم رو نداره. قدیم ها خونه همدی هشو شونشین دارن، هشو میشون خونه ها شونشین، اسمونک میتیم پیرمردا اسمونک بیتن شونشین نشون میتن مخیندین با چراغ فانوسی نشون بون این کوچه ها. برقی وجود نداشت که، تلویزیون وجود نداشت، تلویزیون نبود، رادیو نبود، هیچی نبود، همین شونشین و نشون کننده اسمونک بیتن و اینا دوون در کار. خیلی دست درد نکنه. مرسی ممنونم، شو وقت رو در خدمت ما باشید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. سلامتی بد ان شاء الله.